سلام، بهت تبریک میگم که تا اینجا اومدی. این نشون میده که وقتی به درون سفر میکنی کم کم قدرت‌های درونیت آشکار میشن و یاد میگیری چطوری میتونی بدون کمک و درخواست از کسی به خواسته هات برسی. ژرفای وجود راهنمای توئه که بتونه تو رو به این باور برسونه که چقدر قانون جذب میتونه روی زندگیت اثر مثبت بذاره و رازهای پنهانش رو با گوش دادن به تک تک پست ها که برات میذارم بهتر متوجه بشی. حالا که تا اینجا اومدی و یاد گرفتی که چطوری قدردان خدا و خودت باشی و از اینکه برای آگاهی بیشتر خودت تلاش کردی، میخوام در ادامه بهت رازهای مدیتیشن و رابطه‌اش با قانون جذب رو بگم. دوست داری اول بدونی مدیتیشن چیه و چه کاری با افکارت میکنه؟ وقتی تو پست اول تمرین برای سفر به درون رو شروع کردی، یعنی تونستی قدرت تمرکزت رو بالا ببری. سفر به درون کمکت میکنه از هیاهو و شور روزانه دست برداری و آروم باشی. وقتی موفق شدی ذهنتو آروم کنی، در واقع تمرکز روی لحظه حال رو تمرین کردی. تمرکز روی لحظه حال تو رو از هرچه شلوغی و نگرانی های افکار رها میکنه و به حالت آرامش و آگاهی بالاتر هدایتت میکنه. حتما همتون از قانون جذب شنیدین و معنیشو میدونین. اما من باز اینجا براتون میگم که قانون جذب چیه؟ شاید با چیزهایی که تا به حال شنیدی متفاوت باشه. قانون جذب به ما میخواد بگه که با تفکر مثبت و تمرکز روی هر اونچه که میخوایم به دست بیاریم، اونا میتونیم به واقعیت تبدیلش کنیم. حتما بارها به گلها دقت کردین که هر جا قرارشون میدیم آخرش به سمت نور خورشید متمایل میشن. پس همینجا متوجه میشیم که نور خورشید قدرت جذبش بالاست که همه گلها رو به سمت خودش جذب میکنه. حتی آبی که روی زمینه یا آب موجود داخل لباساتون که شستین با تابش خورشید تبخیر میشن و جذب نور خورشید میشن. همینطور میتونیم در مورد قانون جذب و ارتباطش با افکار مثبت بگیم. وقتی شما در مورد موضوعی فکرتون مثبته، همه اتفاقات خوب رو به سمت خودتون جذب میکنید. پس دیدید چه ارتباط تنگاتنگی بین افکار مثبت و قدرت جذبه؟ اجازه بدین یه مثال دیگه بزنم. شما وقتی در مورد موضوعی ناراحتی میکنین، متوجه میشین که چقدر زود بدنتون واکنش نشون میده. حتی اینقدر میتونین روی افکار ناراحت کننده اینقدر تمرکز کنید که حالتون رو بد کنه و به راحتی نتونین به حالت اول برگردین. حتی تو اون لحظه متوجه میشین چقدر زود گریه‌تون میگیره. حالا بیاین برعکس فکر کنید. یه جمله از یکی از استادای زمان دانشجوییم که به یادگار دارم، یه جمله انگلیسی بود که همیشه به هم توصیه میکردن. اون جمله اینه: See upside down everything. یعنی همه چیز یا هر اتفاقی که تو زندگیت برات میفته را برعکس ببین. زاویه دیدتو عوض کن. هر زمان اتفاق بدی براتون افتاد، هر چقدر بد باشه، یه لحظه با خودتون سکوت کنید و به عمق مسئله فکر کنید. بعدش به خودتون بگین حالا که این اتفاق به بدترین شکل ممکن برای من افتاده، چه اتفاق خوبی را به همراه خودش برام به ارمغان آورده؟ یا چه درس بزرگی از اون اتفاق میتونم بگیرم؟ حالا دوباره ذهنتون رو میبرم روی موضوعی که داشتم ازش حرف میزدم. یعنی فکر کردن به ناراحتی ها و واکنش بدن و بد شدن حالتون. حالا اگه بخوایم این اتفاق رو برعکسش کنیم، به جای فکر کردن به اتفاقات ناراحت کننده روزانه ذهنتون رو مشغول اتفاقات خوب کنید. اتفاقاتی که خاطرات خوشی رو براتون به همراه داشته.
اینقدر این کار رو تمرین و تکرار کنید تا حالتون خوب بشه. مطمئن باشین بعد از این کار اینقدر حالتون خوب میشه که تمام وجودتون پر انرژی میشه و دیگه غم و افسردگی به سراغتون نمیاد. حالا برای اینکه راحت تر این کارو بکنین، قلم و کاغذ دست بگیرین و تمام موضوعاتی که شما رو خوشحال میکنه و بهتون انرژی میده رو یادداشت کنید. سعی کنید فقط تمرکزتون روی موضوعات خوب روزگارتون باشه و اصلاً به ذهنتون اجازه ندین که فکرای منفی ورود کنن. حالا میخوام در مورد ارتباط مدیتیشن و قانون جذب براتون بگم. مدیتیشن یه ابزار فوق‌العاده قوی برای تقویت قانون جذب عمل میکنه. اگه مدیتیشن منظم داشته باشین میتونین ذهنتون رو آروم کنین. در نتیجه تمرکزتون روی خواستتون افزایش پیدا میکنه. بعد از اون متوجه میشین که چقدر راحت اتفاقات خوب رو به خودتون جذب کردین. بیایم با هم بررسی کنیم که چطور مدیتیشن میتونه به طور مستقیم بر فعال کردن قانون جذب تاثیر بذاره. مواردی از قبیل آرامش ذهن، کاهش افکار منفی، تمرکز بر هدف، افزایش انرژی مثبت و افزایش آگاهی مواردی هستند که بعد از مدیتیشن برامون اتفاق میافتن که نتیجه اون رسیدن به خواسته های درونی و جذب مواردیه که از ذهنمون گذر کرده یا روشون تمرکز داشتیم. مدیتیشن به عنوان یه پایه و اساس افکار مثبت محسوب میشه که به افراد کمک میکنه به آرامش و تمرکز عمیق برسن. اما چند نوع مدیتیشن داریم. مدیتیشن به عنوان یه پایه و اساس افکار مثبت محسوب میشه که به افراد کمک میکنه به آرامش و تمرکز عمیق برسن. اما چند نوع مدیتیشن داریم که اینجا میخوام انواع مدیتیشن رو براتون توضیح بدم. اولین نوع مدیتیشن به همراه تصویرسازی ذهنه. اگه تصویرسازی ذهن در مدیتیشن انجام بگیره، شما خیلی سریعتر از زمانی که فکرشو میکنید به خواستتون میرسید. شما در مدیتیشن و تصویرسازی ذهنی به طور همزمان به راحتی تمام خواسته هاتون رو توی ذهنتون مجسم میکنید. یه تصویر زنده از اهداف و خواسته هاتون میسازین که خیلی قوی عمل میکنه. دومین مدیتیشن و برنامه ریزیه. مدیتیشن به کمک برنامه ریزی شما رو مصمم به انجام اقدامات لازم میکنه برای رسیدن به هدفتون که قبلا براش نقشه راه تنظیم کردین. مدل آخر یا نوع سوم مدیتیشن و مثبت اندیشیه. اگه شما مدیتیشن رو به همراه مثبت اندیشی انجام بدید و تمرین مثبت اندیشی رو هر روز انجام بدید، آخرین مدل مدیتیشن توی این بحث ما مدیتیشن و مثبت اندیشیه. شما با تمرین مداوم مثبت اندیشی میتونید تصوری مثبت در مورد خواستتون داشته باشید. یادتون باشه تو مدیتیشن و مثبت اندیشی هرگز به ذهنتون اجازه ندید که کوچکترین مانعی جلوی راه رسیدن به هدفتون یا خواستتون قرار بگیره. تو پاستای بعدی یه نوع مدیتیشن رو با هم تمرین میکنیم. اگه این کانال رو دوست داشتین و براتون مفید بود، ژرفای وجود رو همیشه همراه خودتون داشته باشین. این کانال رو سابسکرایب کنید. شما با لایک و کامنت گذاشتن به من کمک بیشتری میکنید که موارد عمیق‌تر و جزئی‌تری رو براتون بازگو کنم. موفق و پیروز باشید.